سرخط خبرها تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه 34,000 نفر گذشت. در تاجیکستان 10 مرد را برای دوزانگی جزا دادند. در اوکراین بیش از 1000 مهاجر تاجیک از سوخت ماندند. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед. навиди бомдодиро бо охирин хабару гузоришҳо аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 13 феврал аст. шумораи қурбониёни заминларзаи рӯзи 6 феврал дар Туркия ба беш аз 29500 нафар ва طبق اطلاع الجزیره در سوریه به 4,500 نفر رسیده است. همچنین در هر دو کشور زیاد از 80,000 کس زخمی شده، صدها هزار نفر دیگر بی خانه ماندند. کارهای نجاتدهی ادامه دارد و در آنها نجات بخشان از 70 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت دارند. مقامات ترک در رابطه با فروریزی بلندآشانه‌های زیست تفتیشات را آغاز کرده و بیش از 100 کس را دستگیر کردند. زیاد از 50 کس به غارتگری عیبدار میشوند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان گفت آنها از جوابگری آزاد نخواهند شد. کنون در باره نجات معجزه‌آسای بازماندگان زلزله گزارش می‌رسد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 11 فوریه خبر داد که نجات بخشانی کشور یک طفل 6 ماهه را همراه پدرش از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. زمین‌لرزه مدهش 7.7 درجه‌ای شب 6 فوریه اول ترکیه و چند ساعت بعد با نیروی 7.6 درجه‌ای جدول ریختر سوریه را تکان داد. خانه‌های زیادی در هر دو کشور از جمله یادگاری تاریخی و بناهای قدیمی آسیب دیدند و یا از بین رفتند. در ترکیه برای 3 ماه وضع فوق‌العاده اعلام کردند. پس از یک سال آغاز جنگ در اوکراین و فرار هزاران اوکراینی ها و خارجیان، بیشتر از 1000 نفر ساکنان ولایت سوق در این کشور جنگ زده کار و زندگی می کنند. در این باره سعید کمالزاده سردار ریاست خدمات مهاجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در ولایت سوق به روزنامه‌نگاران خبر داد. با گفته او از تعداد عمومی ساکنان ولایت سوق که در اوکراین قرار دارند، اکثریت را ساکنان شهر کانی بادام تشکیل می‌دادند. سعید کمالزاده گفت اکثر مهاجران تاجیک مقیم اوکراین با عائله‌های خود به این کشور رفته، علاقه صاحب جای کار و منزل زیست شدند و خواهش بازگشت به زادگاه خود را ندارند. آخر سال گذشته دولتعلی نظریزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین به رادیو آزادی گفته بود شهروندان تاجیکستان تقریبا 4,500 بودند و تقریبا 2000 باقی ماندند. بعد جنگ بدلیل روسیه در اوکراین قریب 3000 نفر شهروندان تاجیکستان از این کشور برآمده، یک قسمشان بعد بهتر شدن وضع به کیف برگشتند. در تاجیکستان در مدت 2.5 سال 222 مرد را برای دوزانگی جزا دادند. بر طبق آماری وزارت عدلیه که رادیو آزادی آن را روز 12 فوریه دید، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان مفتشان 254 پرونده بسیارزنی و پلیگامی را تحقیق کردند که از این میان 222 نفر برای ازدواج با دو زن و یا حتی بیشتر از آن جزا گرفتند. بر اساس قانون در تاجیکستان بسیارزنی منع است و در ماده 170 کدکس جنایتی برای آن از 68 تا 136 هزار سومانی جریمه و یا تا 5 سال زندان جزا مقرر شده است. در آماری وزارت گفته نشده است که آیا کسی را برای بسیارزنی زندانی کردند یا نه، یا آنها فقط با پرداخت جریمه آزاد شدند. حامیان حقوق زن میگویند آماری رسمی واقعیت را نشان نمیدهد و تعداد مردانی که دو همسر دارند زیاد است و مقامات به این ظهورات چشم میپوشند. یک مؤسسه بزرگ امدادی در جهان میگوید اگر پاندمی دیگری مثل کووید 19 تکرار شود، دیگر باره کشورهای جهان را غافلگیر میکند و سبب مصیبت میشود. فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ روز 3 ینور با نشر یک گزارش تازه گفت کشورهای جهان از پاندمی کووید 19 درس نگرفتند و آماده پاندمی بیماری‌های نوی نیستند که احتمال دارد هر وقت خروج کند. همکارم مومین احمدی گزارش می‌دهد. تابوت‌های قربانیان کووید 19 در ایتالیا در ماه مارس سال 2020، بیماری که در سراسر جهان میلیون‌ها نفر را کشت. کرونا ویروس که با خروج در سال 2019 همه کشورها را غافلگیر کرد، تاکنون بیش از 750 میلیون نفر را بیمار کرده، تقریباً 7 میلیون نفر را کشته است. کرانتین و دیگر چاره‌های شتابکارانه حکومت‌های دستاپا خورده سرعت سرایت ویروس را سست کرد، اما جان صدها هزار نفر را امین نگه داشتن نتوانست. متخصصان میگویند ممکن است عین مصیبت به سر انسانیت بیاید، زیرا کشورها آماده نیستند. Most countries were unprepared for COVID-19 and today
اکثر کشورها برای مقابله با کووید 19 آمادگی نداشتند و هنوز هم بسیاری از کشورها به هر گونه خروج در آینده آماده نیستند. بعد گذراندن 3 سال وحشتناک هیچ گونه بهانه آمادگی نگرفتن پیش آوردن ممکن نیست. ما میدانیم که آمادگی زندگی ها را نجات میدهد. آمادگی پیشگیری عکس العمل بر رهایی از وضع فوق العاده است. Being truly prepared therefore means being ready to respond, to recover and to learn lessons for the next time. تبدیل میدان‌های ورزشی به بیمارستان و جلب سربازان برای مقابله با کووید 19 مانع بیدادگری بیماری نشد که نه به پیر رحم کرد و نه به جوان. حالا هم به گفته متخصصان تکرار چنین فلاکت که از خشکسالی و زمین لرزه و طوفان بدتر بود وجود دارد. دوستان، شاید پاندمی دیگری نزدیک باشد. امیدوارم نشود ولی ما نمیدانیم. 3 سال پیش ما نمیدانستیم که پشت درمان است. به ما با صورت بسیار سخت ضربه زد و زود در تمام جهان پهن شد. اگر تجربه کووید 19 آمادگی را تستر نکند پس چی میکند؟ در تاجیکستان که خدمات تندرستی ضعیف دارد، کووید 19 شفاخانه ها را از بیماران پر کرد. حکومت برای مقابله با بیماری از خارج دارو و تجهیزات کمک گرفت. کرونا ویروس به گفته مقامات تقریباً 17,000 نفر را بیمار کرد و 125 نفر را کشت. اگرچه گروه‌های افزاینده در آرامگاه‌ها واقعیت دیگر را نشان می‌داد. ساعت 1 شب 2 شب جوباجو می‌کردیم در لحد. در تاجیکستان تقریباً 2,500 طبیب و صدها همشیره طب نمی‌رسند. این در حالی است که سالهای اخیر هجرت کارمندان ساحه بهداشتی بیشتر می شود. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روز 10 فوریه در نشست خبری گفت کمبود پزشکان بیشتر در ولایت ختلان و سوخت و ناحیه‌های تابع مرکز مشاهده می شود. طبق اطلاع رسمی حالا در مؤسسه‌های طبی تاجیکستان نزدیک به 80,000 نفر فعالیت دارند. سال گذشته مقامات ناحیه شهر نوقبادیان خبر دادند که ده‌ها پزشک و پرستار کار در شفاخانه‌های ناحیه را بس کرده اکثریت به روسیه رفتند. بسیاری از کارمندان طبی تاجیکستان که اکنون در روسیه کار میکنند پیش از همه مزد و معاش را دلیل مهاجرت خود میدانند. کارشناسان هم میگویند تا زمانی که برای پزشکان معاش و شرایط خوب فراهم نشود نگاه داشتن آنها در کشور کاری آسان نخواهد بود. بخش یک روز تاریخ را همکاری ما خیرامان بقازاده تقدیم میکند که حادثه های مهمی که در روز 13 فوریه و سالهای گوناگون روی دادند فرا میگیرد. 13 فوریه روز جهانی رادیو است. در این روز سال 1946 اولین بار برنامه‌های رادیویی سازمان ملل متحد نشر شد. در تاجیکستان در حال حاضر یعنی تا فوریه سال 2023 زیاده از 30 رادیوی دولتی و غیر دولتی برنامه پخش می‌کنند. هرچند شماره رادیوهای غیر دولتی بیشتر است، برنامه‌های آنها زیر خود سانسوری تهیه و پخش می‌شوند. اکثر آنها تفریحی اند. رادیو آزادی یک شبکه مستقل اطلاعاتی هم در موج‌های کوتاه و شبکه اینترنت برای تاجیکستانی‌ها برنامه‌های رادیویی خود را تقدیم می‌کند. فوریه سال 1988 یک هیئت خلبان‌های تاجیکستان توانستند هواپیمای صدموی تو 154 را با 167 مسافر در فرودگاه شهر دوشنبه به آسیب نشانند. هواپیمایی که از مسکو به سمت تاجیکستان پرواز می‌کرد با مشکل گیدرسیستم و هم به جای خود برگشتن شاسی یا پای ستون‌های هواپیما روبرو شد. با تصمیم مسئولان و متخصصان ساحه هوانوردی، تیم خلبان‌ها به رهبری ولادیمیر گیرو، پیلوت دوم اعظم رحیم و دیگرها بعد 4 ساعت پرواز در فضای دوشنبه نهایت هواپیما را به آسیب در روی زمین آبشسته دوشنبه نشاندند. 13 فوریه سال 2009 در سن 63 سالگی جهان پهلوان سید مومن رحیموف درگذشت. رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت‌ها در وزن 100 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده به عنوان قهرمان جهان سرفراز شد. بانک ملی تاجیکستان قرب پول ملی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 13 فوریه چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی رو دیدید. نظر و پیشنهادات خود را هم نویسید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.